12 سال مکتب بخوان، 4 سال پوهنتون بخوان، 10 سال مدرسه دین بخوان، باز بو که کفر کدم، شرک کدم، ارتداد کدم نمیدانستم. الله متعال در برابر توحید انبیا را برای ما درس میده. موسی علیه السلام وقتی که مبارزه میکند، فرعون و فرعونیان سرانجام میگه کسی که دعوت به توحید میده و در برابر فرعون عصر مبارزه میکنه باید به دریا انداخته شود. چی نیرو و چی اسباب و چی مدد و چی نصرتی است که دریا را پیش روی موسی علیه السلام 12 سرک میسازه. نه فلسکار است و نه نجار است و نه نیروهای خارجی است و نه پیمان ناتو است و نه سازمان بین الملل است و نه وسیله و واسطه و اسبابای توسلای شرکی و غیر اسلامی است. چیست که این دریا را سرک ساخته است؟ لا اله الا الله. عقیده به این کلمه است.